این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. اسبان خطی و ادبیات تاریخی. آغاز گفتاری دهم. در نازگل نصب شدن دو تندیس بزرگ اسب و توجه سرور دولت امام علی رحمان به باره‌های خطی ما را وادار کرد که یک بار دیگر علاوه از معجزه‌های ختلان اسبان شهرتمندیان یادآور شویم. در زمینه آثار عصرهای میانه بروقتی علامه باباجان غفورov می نویسد اسب‌های تخارستان خیلی مشهور بود. احتمالاً یک چند ذاتی اسب بود، مثل اسب‌های ریزه جوسه، ولی نهایت پربرداشت کوهی که مسافه های زیاد را طی کرده می توانستند. این چنین ذاتی اسب‌هایی که مخصوص برای جایهای هموار موافق بودند. درباره اسب داستان‌ها می گفتند حتی به یک نوع اسب‌های آسمانی اعتقاد هم بود و این اسب‌ها سراولاد همه اسب‌هایی بودند که در ایام راویان وجود داشتند. اخبار بالا دقیق است، اما درباره اسبان و گله‌های نخستین ذات و رنگ و صورتشان عالمان تخمین می‌زنند. بازیافت‌های باستانشناسی عصر برنج از رام یا خانگی شدن اسب دلالت می‌کنند. یعنی بیش از 6000 سال است اسب همراه و همقدم انسان میباشد و مردمان باختری از جمله آنهایند که در دست آموز کردن جانور نقش مهم داشتند. به این مدرکات باستانشناسی گواهی میدهند. از نوشته عالم روس گنچر از نقش اسب در عهد باستان این نقطه را میتوان پیدا کرد. با عقیده دانشمند گیرشمن پیدایش اسب‌های خوش‌ذات و تیزدو به سرزمین‌های جنوب شرقی خزر ارتباط دارند. از همین است که ذات تیکین را از جمله بهترین اسبان برشمردند. تیکین از نظر زبانی یا اخل تیکین همان اسبان ختلانی می باشند. بنا به اندیشه تقویت بخش عالمان از آن دوران که آریایی ها لباس را ایجاد کردند استفاده اسب را نیز به راه انداختند. پدیده به هزاره 4 و 3 تا میلاد راست می آمد که هوشنگ سلطنت داشت. درباره پیدایش خاصیت‌ها و استفاده اسب روایت‌ها زیادند. اساطیر و تاریخ مردمان عالم خدمت اسب را ستوده آن را آفریده بی سابقه خداوند دانستند.
روایت آسمانی و آبی بودن و بالداری جانور از همین باورها بیرون می شود. و یقین است که اسطوره اسپان بالدار در ادبیات شرق و پگاس در غرب از همین دوران هاست. این زمینه گردید که مضمون و ماهیت بیشتری آفریده ها و تصورات برای یک منطقه پهناور عمومی باشند. در مرحله طولانی تاریخ تصویر حیوانات به یک سبک و شیوه ایجاد می شدند که عالمان سبک وحوش عنوانش داده بودند. این نمونه های موفق در یادگاری های منطقه های گوناگون وامی خورند. قسمتی به دوران خیلی کهن تعلق داشته صورت و سراب اسب هاست که از باورهای سکایی برخاستند. یقین بوده است که سکایی های حوزه امودریا و سیردریا در پرستش اسب دلبستگی خاصه داشتند. با اندیشه محققان در اساطیر آریایی پرستش و ترنم اسب همچون رمز خورشید موقع استوار داشت که به همین اقوام در رابطه می باشد. این عنعنه تا زمان ما نیز رسیده است. گمان می رود که تأکید عمر خیام از میان جانوران زیباترین اسب می باشد چی و شاهی همه چهار پایان چرنده است نتیجه گیری از باور و تصور گذشتگانمان باید بوده باشد و اندیشه سالم از مشاهده دانش و عنعنه کهن انسان با وجود آمده بود. متفکران اصلی میانه قدرت و فراگیری کائنات را از حرکت جانور چالاک و خوشمنظر قیاس می گرفتند. اسدی توسی در صفت آسمان پرداخته تغییر رنگ و گردش چرخ را به اسب تشبیه می دهد. چنان برایش رو و حرکت و انواع رنگ برای زمانه قابل پذیرش بود. در میان اشاره به تغییر شب و روز نیز هست. دوگون است از اسبشان گردی خشک، یکی همچو کافور و دیگر چو مشک. ز گرد دو رنگ اسبشان برا سپید است، گه موی و گاه سیاه. با درک اسرار و آگاهی از خو و خاصیت‌های طبیعی اسب یاور و دوست صداقتمند و قنات انسان گردید، بلکه بیش از آن وسیله و سلاح نیرومند جهانگشایان در بنیاد دولتداری، امارت امپریاها و جهان متمدن شد. پیشوای ملت امام علی رحمان در کتاب تاجیکان در آینه تاریخ به پهلوی مهمتری از نقش اسب توجه می کند. از جمله او می نویسد: اسب‌های باختری اردوی لشکری سواره را پدید آورد، باعث تکمیل سپاهان جنگی گردید، اصولهای جنگ و صنعت لشکرکشی را توسعه بخشید، در علم لشکرکشی استراتژی حمله برق‌وار را افزوده، در صنعت جنگ صحیفه نو گشاد. پایان اقتباس از امام علی رحمان. در این روند می توان از بنیادگذار نخستین امپری عهد باستان کوروش کبیر یاد آورد. او لشکری توانای سواره را اساس نهاد و مرزهای شاهنشاهی خود را از اقیانوس هند تا مصر گسترش داد. به وسیله اسبان تیزتک و چاپارهای چالاک ساحه علاقه را برای دریافت عاجل اطلاعات و اخبار به راه مانده. در این زمینه ادارات امپری پهناور را جلو گرفت. همزمان کوروش بزرگ همچون انسان زمان خود به اسب دلبستگی خاصه داشت. روایت میکنند که او را 8 اسب مقدس بود. در یکی از سفرهایش به سوی بابل هینی از رود گذشتن یکی از آنها غرق شد. به نقل هرودوت کوروش از این اهانت رود دیاله یا دجله یا تیگر به خشم آمد و تهدید کرد به این که چنان ضعیفش خواهم ساخت که در آینده زنان نیز بی ترس و تشویش و براحتی از آن بگذرند. او پس از بیان این تهدید از پیشروی به طرف بابل منصرف شد. سپاهیان خود را به 2 بخش تقسیم کرد و هر بخش را در یک طرف رود بر روی خط گذاشت. آنگاه در هر طرف ساحل رود با کشیدن طناب طرح حفر 180 مجرای آب یا کانال را ریخت تا از آن مجراها آب رود را به سمت‌های مختلف روان سازد. سپس وقتی سپاهیان با نظم و ترتیبی که مقرر شده بود جا گرفتند، کوروش فرمان حفر کردن کانال ها را صادر کرد. این کار با سبب زیاد بودن ایده کارگران به خوبی انجام گرفت.
پس از ستانیدن انتقام تلف اسب مقدس، کوروش به راه خود ادامه داد. انجام روایت از هرودوت. شنونده ارجمند، در عهد باستان اجداد تاجیکان به اسب و جانوری هوشیار و زیرک خو گرفته به آن ارزش و مرتبه قائل بودند. در آن شرافیت و داد یزدانی می دیدند که به نیایش و ستایش برابر بود. از این بود که شاهان نخستین ایرانی گرشاسب، لهراسب، گوشتاسب و تورانی ارجاسب و جاماسب و پدر زردشت پروشاسب و دارنده 10,000 اسب بیوراسب در نامهای خود پیوستگی با اسب داشتند. این همه بیهوده نبود. صفتها و صورت نکو و همسفر صادق بودن به آدم اسب را موجب پرستش گرداند. پرورش اسب و گرفتن نسل تکاورهای خرساد و بدو جنگی یکی از عملهای پسندیده نیاگان تاجیک بوده است. اسب تا جای در میان این مردم ارزش داشت که در اوستا نامهای فرشته کلی چارپایان، گوشوران، فرشته اسب، دوان اسب ذکر شده موردی پرستش و نیایش قرار می گیرند. از همین بود که در یشتها از یزدان پاک تقاضا می شود که به دوستدارانش پیش از همه اسب عطا فرماید. شنونده ارجمند، و اسب برای مرد و زن باختری به دیگر جهت نیز صاحب احترام بود. روایت می کنند که زردشت در زمان طفلیش در حالت مهلک قرار گرفت. او را دشمنان و بطینتان آگاه از روزگار آینده در راه گله اسپان انداختند، ولی سرگلن نگذاشت که به زردشت آسیبی برسد. پس از این هم پیروان زردشت به اسب دل را قوی تر بستند. در تعلیمات زردشت ایزیدان با اسب علاقه‌مندند. چنانچه میتره ایزید خورشید و ناهید ایزید آبهای مصطفی و زنان بارآوری در گردونه زرین با 4 اسب تجسم می شدند. نمونه دیگری که از مناسبت کهن آریایی ها با اسب سند است اختراع و استفاده گردونه جنگی می باشد که در باورها و جهانبینی اقوام هند و آریایی اهمیتی بزرگ داشت و در مقاومت بر دشمنان فشنگی اساسی بود. از دیگر جانب آریا که نجیب، اصیلزاده و اشراف معنی داد می شود، اسب و گردونه را به خود خاص و نمونه شان اعتبار تعبیر می کردند. نگاره ارزشمند زرین که منسوب خزینه امودریا می باشد و از تخت سنگین پیدا گردید نمونه عالی هنری است. بالای گردونه زرین 2 سواره راست ایستادند، یکی به طرف پیش، دیگری به پهلوی چپ و پشت می نگرند. کلاه و لباسهایشان را زرگران استاکارانه ساختند که نمونه برجسته مهارت زرگران است. 4 اسب با عرابه بسته در حالت آماده باش قرار دارند. تمام اعضای اسبان، سوارگان، گردونه دوچرخه و غیره عیان می باشند که از عمل ریخته زرکوبان باختری گواهند. حتی یالها با نازکی و نفاست با خطهای خاصه اشاره شدند. نگاره دیگری که از تخت سنگین پیدا شد کوبه با تصویر گیپوکامپس، فرشته آبی می باشد که از استخوان فیل کنده کاری شده است. لوح تصویر تخیلی زن است با دم مارماهی، نیم اسب و بالدار. با دست چپ بلی زورقرانی را با طریق عمودی برداشته، با دست راست مواد لنده، شاید سیب، سنگ یا صدف را افکنده است. مویهای پرپیچ و تاب کشاده‌اش موج میزند. چهره با بینی راست دراز، پیشانی فراخ، حلقه ابروان و لبان پرخنده زیبا و دلکش و دلبرند. بالدار تصویر شدن زن باری اساطیری میکشد و نیم اسب که کینتور نیز گویند در عالم اسطوره شناسی که قبلا گفته شد معروف است. برای آنکه جانور را در حیات اجتماعی تاجیک تصور و تصویر نماییم و بیشتری سمت فعالیتش می باید توجه کرد. هنوز در عهد باستان اسب در سرود و موسیقی ترنم و به کتاب مقدس راه یافت و مورد ستایش قرار گرفت. در گوتهای اوستایی پاره را با عنوان مازر و اسپان معین نمودند که آهنگ سواران معنی داد می شود. برای اثبات درستی آن اسناد موجود است.
در مهری که در ارمیتاژ دولتی روسیه محفوظ است، هنینگ واژه را در شکل اسبراپت دریافت. قسم اول به اندیشه او از فارسی میانه اسبر یعنی سوار می باشد. قسم دوم از پت فارسی کهن به معنای صاحب آمده است. سرانجام این رتبه یا عنوان بوده سردار سواران معنی داد شده است. پیدایش واژه اسب در خود اسرار نهان دارد که به صفتهای طبیعیش در ارتباط است. اگر عمیق‌تر بنگریم، در ادبیات قدیم اسب از ریشه اس به معنی دونده یا تستک می باشد. اسپباری در فارسی باستان به معنی نشسته بر اسب بوده. واژه های اسوار، اسواران و سوار از اون بیرون آمده است. به مورد از اظهار اندیشه نمایم که نام قهرمان اپوس مردمی گرگولی عوض اصلا اهوز بوده. از ریشه اسو، اهو، آهو، تستک، چالاک و سوار بیرون شده است. بنابر اندیشه اصلالدین نظامی، توصیف اسب در عصرهای بعدینه به موسیقی زیباتر راه می‌یابد. او از قول ابن خردادبه یقین می‌کند که یکی از ترانه‌های زمان اسب راست عنوان داشته است که معنای راه اسب یعنی اسب راه می‌دهد. شاید اینجا اشاره به ضرب و روش اسب باشد نتیجه می‌گیرد عالم. همزمان واسطه بارکشانی، سواری و اسباب جنگی بودن اسب موقع آن را در جامعه قدیم و عصرهای میانه استوار گرداند. بخصوص در کشورکشایی نقش اسب برای مردم رزماور سکایی و باختری خیلی مهم بود. بنا به تألیفات پیانکوف، تاریخنگار انتیک کتیسی از هنر اسب سواری و تیراندازی جنگاوران باختری و هین دوی اسب از پیکان و کمان تیر انداختنشان حکایت میکند. چون که میبینیم پرستش یک اسب یک رکن عنعنه و مدنیت اجداد تاجیکان است. تصویر عالمی وحوش نه تنها از مشاهده، دانش و تصورات و باورها معلومات میدهند، بر آن افزون از سلیقه هنری هیکل تراشی باختری نشانه‌اند. در بنیاد هیکل‌های حیوانات سبک زیبای مشاهده می شود که از گل و مصنوعات دیگر ساخته شدند. از طرف باستانشناسان در نیمه دوم عصر 20 از خالچیان هیکلچه سواره و قسمتی از اسب پیدا شده بود، ولی آنچه از مقام و مرتبه اسب دلالت کند مواد ضروری نداشت. یادگاری سکسنآخور در ناحیه فرخار که سالهای 1966 67 و سالهای 73-76 عصر 20 از طرف لیتوینسکی و محیدینوف تحقیق شد، به بسیار سوالها پاسخ مشخص داد. می توان حدس زد که مدرکات فرخار به شهرت اسبان ختلی و سوارگان شهرتمند آن در علاقمندی باید بوده باشد. در اینجا هیکلچه های زیادی سفالی و قالب ها پیدا کرده شد که نشانه از موجودیت کارخانه کاسبان است. هیکلچه از سکسنآخور پیدا کردیده را اسب سوار عنوان دادند. سواره کلاهی نوک تیز دارد، لباس، بینی برجسته و چشمان چقور تصویر شده، دهانش نیم وا می باشد. دستانش در بدن بلکه در شکمش چسبیده‌اند. گویا رکاب را در دست دارد. پایهای سواره پیش برآمده با پایهای اسب قرینند. اسب با گردن دراز، کله خرد که تناسب با گوشهای خرد راست دارد مجسم شده است. یالهای موجدار و راست روشن نمایانند. برای صحیح و پورا کردن اسناد به یک یادگاری دیگر رو میاریم. آن آثار غیر مقرری سگک طلایی بود که عنوان شرطی سگک کمربند با منظره شکار گراز را گرفت. منظره خیلی هنرمندانه از طلا ساخته شده که از مهارت عالی زرگران و زرکوبان دلیل می باشد. واقعا منظره با سوژه کامل در یک حلقه خاصه چارکنجه گنجانده شده با رخها آرا یافتند که خیلی غلطی و جالب می نماید. اسب با یالهای قیچی خورده کوتاه با دو پای پسش خمیده است. در روی گردن و دهان نشانه لگام روشن می نماید. دست راست سواره برابر گوش بالا برداشته شده، نیزه را در حالت پرتاب دادن است.
دست چپ از آرنج تا کمربند قطع شده است که صحنه زیبایی را پیش چشم مجسم می کند. از تصویرات و بازیافت‌های پسین معلوم می شود که معروفیت اسب و از سواری در منطقه پهناور با عالم هنر و صنعت بی اثر نبوده است. نتیجه های نیمراهی اندیشه که از آموزش آثار خطی و بازیافت‌های باستانشناسی حاصل شدند به طریق زیلند. نخست بنیادگران امپری جهانی آریاها از رام کنندگان اسب به شما رفته در بنیاد جامعه انسانی سهمی بی‌نظیر دارند. آنها اسب را در نظام حربی استفاده کرده به بنیاد لشکری سواره موفق شدند. زیرا به قول تامار رایس باختری ها از نژادی با استعداد و جنگجو و هوشمند بودند. وگرنه نمی توانستند سرزمین را با مرزهای پهناور زیر نظارت داشته باشند. آنها از ابتدا می دانستند که شمشیر پاسبان ملک است و نگهبان ملت. تا شمشیر نبود هیچ ملک راست نمی ایستد. چه حدهای سیاست با وی توان نگاه داشت. اگر از دلبستگی مردمی سرزمین به اسب سخن می رود بایست از اشکانیان نیز گفت. موافق پژوهش عالمان غرب بنیادگذار امپری پارتی قوم پرنی ها بوده است که در ساحل های رود جیهون تشکل یافته بعدها به ایران غربی راه گشادند. در میان آنها رزمنده چابک سوار مهمتر از همه کس بود، زیرا اساس لشکر آنها را تنها سوارگان تشکیل می دادند. در این باره یوستین می نویسد: همه حالت پارتی ها سوارند. در نبردها مهمانی، ادای کارهای شخصی، خدمت دولتی، آنها سواره سیاحت می برایند. در صحبت با یکدیگر و هنگام تجارت و مشورت روی اسبند. پایان اقتباس از یوستین. در عصرهای بعدینه با اصطلاح عرب تغییرات کلی در سیاست و فرهنگ و آیین و عنعنه به وقوع پیوست، ولی مناسبت به اسب و سواری دیگر نشد، چرا که اسبان تیزتک و نیرومند بود که عربها را به سرزمین‌های آباد و پرنعمت و با آبهای فراوان آورد و حاکم گرداند. در کلام آسمانی کتاب مقدس قرآن در سوره العادیات آیت اول درباره اسبان تیزدو سخن می رود. موافق آیه های قرآنی هر مسلمان به نگهداری، نگهبانی و پرورش اسب مسئول می باشد. پیغمبر اعظم اسلام محمد به اسب نظر با خیره‌دانه داشت و آن را از بهترین جانوران نزد پروردگار می دانست. از مقام اسب بوده است که در یکی از حدیث ها محمد فرمودند: خیر در پیشانه اسب تا روز قیامت بسته شده است و پاداش نعمت ها. انجام گفتاری دهم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.